در شهر پشاور پاکستان مراسم دفن بیشتر از 140 قربانی حمله طالبان برگزار شد. اکثر قربانی ها محصلین مکتب بودند که در حمله روز 16 دکبر در پشاور جان دادند. روز چهارشنبه در پاکستان ماتم 3 روزه به یاد قربانی های حمله شروع شد. در پشاور اعتراضگران خشونت طالبان را محکوم کردند. در شهر بلگراد در حاشیه نشست رهبران کشورهای اروپای شرقی و چین ملاقات سروزیر سربیا الکساندر ووچیچ با سروزیر آلبانیا ایدی راما دایر شد. روابط میان دو کشور در حال بنبست قرار دارد. ماه نوامبر راما از سربیا دعوت کرد استقلال کوسوو را اعتراف کند. بعدین پرزیدنت سربستان ملاقات به نقشه گرفته شدهش با سروزیر آلبانیا را لغو کرد. در روز اول نشست چین مسئله سرمایه‌گذاری در انفراستراکچور، ساحه انرژتیکا و دیگر بخش‌های اقتصادی کشورهای اروپای مرکزی و شرقی را مطرح کرد. در پایتخت مکدونیا شهر اسکوپیه گروه با چترهای سرخ راهپیمایی کردند و اعتراف حق خادمان ساحه سکس را طلب کردند. روز 17 دکبر روز بین المللی قطع خشونت در مقابل خادمان ساحه سکس می باشد که بعضا مورد اذیت و تبهکاری قرار می گیرند. این گونه راهپیمایی 7 سال پی هم در همین روز در اسکوپیه برگزار می شود. حامیان محیط زیست گرجستان در پایتخت این کشور نشست مطبوعاتی اگنتی ملی حفظ میراث فرهنگی گرجستان را خللدار کردند و میکروفون را از دست مسئولان این نهاد گرفتند. فعالان گروه ابتدای سبز با آن مخالفت دارند که حکومت به استخراج طلا در قدیمی ترین کان این کشور اجازه داده است. به عقیده حامیان محیط زیست استخراج طلا در این کان باید منع شود و آن همچون میراث فرهنگی نگه داشته شود. در شمال عراق اردوگاه نوی پناهندگان با نام ایسیان به 1500 خانواده که از تعقیب گروه دولت اسلامی از منطقه موصل فرار نمودند جای سیست تامین کرد. این اردوگاه در نزد شهر داهوک منطقه کردستان عراق است و آن را یک شرکت خصوصی برای اقامت جماعی یزیدی های عراقی تشکیل کرده است. ساکنان اردوگاه میگویند آنها از سردی و کمبود غذا اذیت میکشند. در نتیجه نزاع در منطقه کردهای عراق تخمینا 1 میلیون نفر به ترک مکان دائمی زیست خود مجبور شدند.